امروز جلسه شورای سران حکومت‌ها سروزیران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل طریق ویدیوکانفرانس برگزار گردید که در کار آن سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهیر رسولزاده اشتراک و سخنرانی نمود. در کار جلسه شورا مهمترین مسائل فراگیر سمت‌های گوناگون همگرایی دولت‌های اعضای اتحاد از جمله امنیت، اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، علم و معارف، صنعت و کشاورزی، انرژتیکا، گمرک، اکولوژیا، تندرستی و راه و نقلیات مورد بررسی قرار داده شد. ضمن برگزاری جلسه تاکید گردید که در زمان پنجشنبه بیماری سیریاتی کووید 19 به راه ماندن فعالیت ثمره‌بخش کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل تا اندازه پیش راه پسروی اقتصادیات در منطقه را گرفته برای معالجه و پیشگیری پنجشنبه بیماری مذکور با استفاده از تجربه متخصصان کشورهای یکدیگر چاره‌های مشخص عملی گردید. سروزیر مملکت قاهیر رسولزاده ضمن برگزاری جلسه تاکید نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان با کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل همکاری خوب و دوستانه را به راه مانده است که فراگیر پرینسیپ‌های دوستی و اعتماد و احترام جانب‌ها میباشد. کار جلسه نوبتی شورای سران حکومت‌ها سروزیران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل با قبول قرارها که بر رشد همگرایی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل زمینه می‌گذارد به انجام رسید.